خب بچه‌ها بریم. سلام. ما با یه برنامه دیگه اومدیم. نگو کی کشت. بگو چی؟ نپرس کی کشت، بپرس کی چی. نپرس کی مرد، بپرس کی کشت. آره روایت که هفته قبل بزنید. قضاوت با ما، روایت با شما. آره. این برنامه راجع به یک سری قتل‌های زنجیره‌ای در ارتباط با یه سری سکس ورکر هست به نام قتل‌های لانگ آیلند، یا حالا خودشون بهش میگن بیچ سریال کیلینگ. بیچ منظورمون ساحل هست. آره. و با توجه به اینکه راجع به اینو حذف کن لطفا، راجع به کارگرهای جنسی هست. اپیزود قبلی به نام مرگ از پشت بود، این قسمت مرگ از جلو نام میگیره. خب شما شروع می‌کنید. اون که تو هم گفتید اسکورت چرا میشه سکس ورکر. سکس ورکر قانونیه. خب بحث چجوریه؟ شما در ازای سکس بخوای پول بگیری میگیرنه تو آمریکا، پلیس میگیرنه. اسکورت کارش اینه. اسکورت برای دیته. تو میگی من بهت پول میدم، یه شب ما بریم شام بخوریم با هم. میریم بیرون شام میخوریم، قهوه میخوریم، بعدش هم میریم بیرون همدیگر میخوریم. خب ولی اگر پلیسی بیاد میگه من به خاطر قید شده که به دلیل این دیت. شام، به دلیل این دیت، به دلیل این کافه، این سینما، این پارک شهری که با من ایشون داره میاد پول دارم میدم به ایشون، نه به خاطر اون. اوکی. اون در کنارش. آره اون دیگه در کناره. ولی خب همه میدونن پس از فروش که این دور زدن فقط قانونیه، مثل ماساژ های هپی اندینگ. بچه‌ها به نظر ما بعد از این اپیزودا خیلی هیت بگیریم، چون داریم در مورد قتل حرف میزنیم و مثل بز میخندیم. نه ما فعلا در مورد راست میگی هنوز به اون نرسیدیم، ولی آره من البته خیلی ناراحت شدم خوندمش، چون که جزئیات زیاده. یه جایی ما مجبوریم از رو بخونیم، پس پیشا پیش عذرخواهی میکنیم. تقریبا 90% از رو میخوایم بخونیم. اسپویلر الرت. اشتباه اینجور کردم، چون جزئیات زیادی میخوایم از رو بخونیم. خب اوکی. اینقدر اطلاعاته، هرچی میری تموم نمیشه. شما شروع میکنی یا من؟ نه من تماشاچی ام فقط. تماشاچی هست. آره برو جلو. اوکی. پرونده لانگ آیلند کیلر یا حالا همون بیچ کیلینگی که اشکان گفت، یه سری مجموع قتل‌های حل نشده که از 93 تا 2011 تو منطقه گیلگو بیچ، درست میگم؟ لانگ آیلند نیویورک. آره، لانگ آیلند نیویورک شروع شده و 11 تا از اجسادی که بقایاشون هم بوده، کامل نبودن، توی این جزیره پیدا شده توی منطقه ساحلی و همشون هم مربوط به کارگرای جنسی بوده. شروعش هم کی بوده؟ شروع شانون گیلبرت. چند ساله بود؟ شانون گیلبرت بود که به عنوان اسکورت کار میکرده، چیزی که ایمان توضیح داد. این جسدش که شروع شد، پلیس مشکوک شد و شروع کرد به گشتن تو منطقه و 11 تا جسد دیگر رو اینا پیدا کردن. تا سال 2023 هم هیچ مظنونی برای این قضیه نداشتن. جولای 2023 یه پیشرفت خیلی بزرگ اتفاق میفته. رکس هیورمن، یه معمار 61 ساله توی نیویورک با 2 تا بچه و زندگی خیلی آروم، که دستگیر میشه و مظنون میشه به قتل این 11 نفر. البته به قتل 7 تا مظنون میشه، ولی پرونده همچنان در جریانه. یعنی هیورمن 7 تا قتل رو بهش چیز میکنن، اتهام میزنن. آره 4 تاش هنوز بلا تکلیف مونده بوده فعلا. آره می 2010 می 2010 شانون گیلبرت 23 ساله بعد از یه تماس اضطراری که با 911 آمریکا میگیره گم میشه و فقط زنگ میزنه، میگه که من یه نفر میخواد منو بکشه و از خونه مشتری که فرار میکنه دیگه پیداش نمیکنن. پلیس هم ماها دنبالش میگرده ولی هیچ اثری ازش پیدا نمیکنه. دسامبر 2010 حین جستجو برای شانون، پلیس تو ساحل گیلگو بقایای 4 زن رو پیدا میکنه که به گیلگو 4 معروف میشن. ملیسا بارتلمی 24 ساله گم شده تو 2009. مگان واترمن 22 ساله گم شده تو 2010. امبرلین کاستلو 27 ساله گم شده تو 2010 و موریان برینارد بارنز 25 ساله گم شده در 2007. این 4 زن توی محدوده نیم مایلی پیدا شدن، همشون هم توی پارچه کنفی پیچیده شده بودن که این زن پلیس رو به بحث قاتل سریالی بودن بیشتر میکنه.
و بگو همینا رو با اسکورت گرفته بوده. نمیفهمیم که چی کار کرده. خب که تو سایت های اسکورت میتونن حتی اینا رو پیدا کنن که ببینن کی درخواست داده، چه جوریه. احتمالاً مثلا میگه که اولیه شنون اینجوری بوده که از خونه مشتری که اومده بوده بیرون یکی می‌خواسته بکشتش. شاید مثلا استاکشون می‌کرده بعد می‌کشتشون. ممکنه. یا مثلا خودش دسترسی به اون سایتی که حالا مشتری ها اینا رو رزرو کرده بودن داشته پیدا می‌کرده. چه می‌دونم، چون اگر چیز باشه میتونه حالا مثلا با فیک آیدی و اینا باشه، ولی آخر بعد این همه سال اگه بخوان میتونن پیدا کنن. آره. حالا جلوتر میگه که چرا نتونستن پیداش کنن. یعنی من فکر نمی‌کنم که اینجوری باشه طرف مشتری، یعنی مشتری باشه یکی رو گرفته باشه همونجا هم بکشتش دیگه. خب این خیلی ساده، خیلی اسکول باید باشه طرف. حالا جلوتر میگه که مارچ منطقه خرابی همه اسکورت میگیرن. حاجی پاشین برین یه دو تا بار، یه دو تا کلاب، یه دو تا آدم پیدا کنن. بچا هیچ وقت لانگ آیلند نرید. بارنی اگر رفتید هم اسکورت نگیر. بارنی بچه لانگ آیلند بود. ها بارنی بود. بارنی بچه لانگ آیلند بود. بعد یه قسمت به تد تو فصل 3 قسمت 1 که رابین برمیگرده با انریکه، بعد به تد میگه که بیا بریم بتر کنیم. تد هم میگه اوکی. میگه رابین با یه 10 برگشته امشب برای 12 جور کنیم. نشد 2 تا 6، نشد 3 تا 4. دیگه بدترین حالت ممکن میریم لانگ آیلند 12 تا 1 برات میاریم. دقیقاً به همین وضعیت لانگ آیلند. این چیزی میدونسته. مارچ تا آوریل 2011 جستجوها رو ادامه میدن و 6 تا دیگه کشف میکنن. که حالا از این 6 تا اسم 2 تاشون ما داریم. جسیکا تیلور 20 ساله که توی 2003 گم شده بوده. والری ما که 24 ساله که توی 2000 پیدا شده بوده، گم شده بوده، عذرخواهی میکنم. و تانیا جکسون و دختر کوچولوش که تازه ظاهرا راه میرفته به اسم تاتیا دایکس که بعداً توی آوریل 2025 شناسایی شدن. یعنی همین اخیراً شناسایی شدن. فکر کنم به دختر بچه کوچیک هم رحم نکرد. خب دیگه شاهد قتل بوده دیگه، مجبور بوده او رو هم بکشه. این مامانش می‌خواسته بکشه، دختره هم باهاش بوده. مامانه مسئله داشته که چرا دخترش با خودش برده توی محل کارش. احتمالاً دیگه تا خونه دنبال کرده بود. شاید مثلا تا خونه باشه، شاید چیزی باشه. بعد یه چیزی که من فکر می‌کردم که این طرف شاید از این افراطیای مال مثلا کلیسا و اینا هستن نوشته که ولی آره حالا بهش میرسیم. حالا بهش میرسیم. اصلا خیلی عجیبه. آره. و یه مرد آسیایی ترنس که کراس درسر بهشون میگن. کراس درسر بوده و ملقب به آسیان ایشن دو. درست میگم؟ ایشن دو خونده میشه اینا. دی او ای. ایشن دو خونده میشه دیگه. ملقب به ایشن دو. و یه سری بقایای دیگه که هنوز اینا رو نتونستن شناسایی بکنن. حالا هم به خاطر احتمالاً فاصله زمانی بوده، هم پدر سگ. در جهان یک نفر رو بیار داشت رضا روبیت بابا نکش. آقا این داشت میکشن خون منم نمیکه دیگه، بعد پشه رو کش دیگه. بابا نکش داشت، ما پشه تتو کردیم رو بدن. تو میکشی؟ آره داداش اینا. و در مجموع 11 تا مجموعه بقایا پیدا شده، ولی پلیس هنوز نتونسته اینا رو ربط بده به همون رکس هیورمن. همین پشه رو نکش. بعدش هست میگه بزن فورانش بکن ولی نکشش. خب یه پشه جسد رو نشون میداد، روش چش و دهن گذاشته بودن، میگفت نکنی یا یه چیزی میگه برای خودش. آخه یه ویدیو پشتبند همین چند روز بعدش اومد، پیشرو داشت میخوند تتلو یه دستی زد، پیشرو برگشت خیلی عصبانی. آره گفت من دست زدم پشه رو نکشتم. بقایای ناشناس دیگه هم پیدا شدن که هنوز نتونستن شناساییش کنن. پشه در من که میگه خب پشه تو رو چرا میکشی؟ خیلی بشن اینا من تتو پشه دارم، من نیم ساعت داشت میگشت کجا بود.
یه سری بقایای دیگه هم پیدا شدن که هنوز اینا رو نتونستن شناسایی کنن. حالا یا به خاطر اون فاصله زمانی بوده که ازش گذشته یا خیلی اجساد رو تیکه پاره کرده بوده که نتونستن پیداش کنن. مجتبی میگن شنان گیلبرت که گفتی اصلا توی باطلاقی بوده، چی بوده؟ غرق شده. آره. بوده. اصلا قتل نبوده ولی خانواده‌اش میگن قتل. خانواده‌اش میگن قتل. آره دقیقاً. پلیس شک داشته، گفته این اصلا ما هرچی شواهد کنار هم میچینیم این احتمالاً تصادفی بوده ولی خانواده‌اش میگن نه. خب نزدیک به 10 دهه این قتلا گیر بودن سرش و نمیتونستن به نتیجه برسوننش. چرا؟ یکی به خاطر بحث تعصب، چون میگفتن اینا سکس ورکرن و برای ما خیلی اهمیتی ندارن، ما هم پیگیر نمیشیم که اینا چرا از بین رفتن. احتمالی. آره پرونده گیر بوده همینجوری. یا فساد تو پلیس محلی بوده که خب میگفتن احتمالاً اونجا پلیس دست به یکی بوده با بحث جنایت و این داستانا و پول میگرفته حالا این چیزا، و اینکه بعداً هم پلیس وقت اون زمان چند تا اتهام خیلی گنده بهش خورده بوده و شواهد محدود بوده و دی ان ای هم اون موقع نمیتونستن خیلی بررسی کنن به خاطر کمبود امکانات، به خاطر همین نمیتونستن پیگیر کنن. و اینکه قاتل هم از تلفن‌های یک بار مصرف استفاده میکرد. خیلی تلفن‌های یک بار مصرف تو آمریکا رو مخه. آره برنر فون تلفن یک بار مصرف بوده. خیلی رو مخه. بارنی هم افتاده بود از تلفن‌ها استفاده میکرد یه تایمی. ولی بازم با این وجود یه سری سرنخ اولیه اینا داشتن. یه شاهد اونجا بوده که گفته یه مرد با یه مرد غول‌پیکر با یه وانت سبز شورولت آوالانچ نزدیک محل گم شدن امبر کاستلو بوده و تماس‌های تلفنی آزاردهنده هم از ملیسا بارتلمی به خانواده‌اش شده بوده که گفته بوده یه نفر میخواد منو بکشه. یه چیز فقط واسه اینجا بهت مرتبط با همین بگم، یه همچین چیزی رو من تو اینستا دیدم تا چند روز از چشمام و گوشام خون میومد. حالا اون صحنه رو اولش رو درست فیلم نگرفته بودن یا حالا به خاطر شرایط اینستا حذف کرده بودن، ولی یه سری خانومی مثل که دیده بودن داشتن فیلم میگرفتن توی بیابونی، به مردم میگفتن نکن این کارو. یه دختر افغانستانی میگن، افغانی نباید بگیم میدونم، یه دختر افغان رو بهش تجاوز کرده بود و کشته بود و فقط این صحنه تاش بود که اون حالا بادی دختره رو انداخته بود رو کولش آورد و یه دونه از این ماشینای حالا گنده داشت، نمیدونم چی بود، جنازه رو انداخت تو ماشین و حرکت کرد رفت. خیلی متاسفانه این چیزا زیاد شده. مشخص نه تو ایران بود ولی تو کامنت ها چون صداها ایرانی بود تو کامنت ها نوشته بودن که مثل این که هم دختر فوت شده دیگه و طرف هم مثل که گرفته بودن. اینو مطمئن نیستم قسمت دوم شد. پیشرفت بزرگی که توی این پرونده اتفاق افتاده دستگیری رکس هیورمن بوده. توی فوریه 2022 یه گروه ویژه تشکیل میدن که این پرونده رو میارن بیرون و دوباره شروع میکنن روش بررسی میکنن و خب چون دیگه حالا تکنولوژی‌های جدیدتری هم دسترسی داشتن، هم دی ان ای هم ردیابی اون تلفن‌های یک بار مصرف، میرسن به رکس هیورمن و جولای 2023 رکس هیورمن دستگیر میشه. دلیل اصلی دستگیریش اون دی ان ای بوده که روی یک پوسه پیتزایی که هیورمن به خانواده‌اش داشته میخورده و انداخته تو سطل آشغال و بقایای اجساد این دی ان ای رو میذارن کنار هم مچ میشه، باعث میشه که هیورمن رو دستگیرش کنن. و دومین دلیلش هم این بوده که هیورمن دقیقاً یه دونه وانت داشته شورولت آوالانچ و اینه او حتما عکسشو بذار. آره و ردیابی تلفنش رو هم تونستن بزنن که به محل خونش و محل کارش در واقع به این دوتا میرفته، این بحث دکل و تلفنش. و این هم که گفتم که هیورمن یه وانت شورولت آوالانچ داشت، معمارم بوده و از همه مهمتر یه داکیومنت، یه فایل ورد توی سیستم خونش پیدا کردن که خیلی جزئیات داخلش داشته. یکی این که نقشه قتل‌ها رو داخلش داشته، جایی که میرفته جنازه ها رو مینداخته، جاده میل مثل جاده میل بوده، جایی که جسد والری ماک رو اونجا پیدا میکنن. یه لیست هم از وسایلی که نیاز داشته مثل طناب و اره و
فوم پاک کننده لوله و اینا رو هم باز توی اون فایل ورد پیدا کردن که اینا همش وقتی میذاشتن کنار هم با اون قتل جور در میومد. خیلی ترسناک. اکثر کسایی که مثلا پرونده ها رو میخوان قاتل زنجیره‌ای هستن به شدت OCD دارن و انگار حتی یه فتیشی دارن که این دیتا ها رو یه جای ذخیره بکنن خیلی منظم همه. اصلا من مثل اچیومنت براشون دستاورده. مثلا من مثل جایزه نگرش میبینم در میرم از دستش. دکستر رو تو ندیدی؟ ایمانم ندیده. من هیولای تر تمیزیم. دکستر نه، حالا یه چیز دیگه رو میخوام بهت بگم. دکستر همیشه قربانیاشو که میخوابوند روی میز که میخواست دیگه حالا تیکه پارشون کنه، اینجای صورت رو هم فقط همیشه هم سمت راست صورت رو چاک میداد، یه قطره خون با قطره شکون برمی داشت میذاشت روی لام میبست و میذاشت تو کالکشنش و این کالکشنش رو پشت اون کولر گازیش توی خونش قایم میکرد، پشت این دریچه کولر گازی. آره این کارا رو همیشه میکرد. در ادامه نه اون حرکت رو بزن با این نمیشه، اون خیلی شله. دستم اینه چی جو میلرزه؟ لرزش خیلی باله. تست کن. شدیم به خاطر شدت خدا این چیزیه دیگه. سموره. پشمام. پارک آزادی سمور چه گنده هم هست. پشمام. بچه‌ها ما اگه وسط این توضیحات داریم چیز میکنیم برای اینکه روحیه‌مون رو نبازیم بعدش افسردگی بگیریم. در ادامه شواهد یه مجموعه سمور از خانواده جوندان خزنده که نیست. اصلا سمور هم نیست، سمور نیست، یه چیز دیگه است. نژادشه. آره سمور نیست، یه چیز دیگه بهش میگن. خلنگ میگن، خدنگ میگن، یه چیز اینجوریه. خانوادن کارش نمیشه. آره. حالا در ادامه اون شواهدی که پیدا کردن و تونستن هیورمن رو متهم کنن، یه مجموعه خیلی زیادی از گرافی‌های BDSM توی سیستمش داشته. همین پس افراطی مذهبی نبوده طرف. نه مریض جنسی بوده یه جورایی. و مثل شکنجه و قتل اینا که با روش کشتن قربانی‌ها مچ میشد. بچه‌ها ما کاری نداریم گرافی میبینید نمیبینید همه میبینن. ولی واقعا این BDSM و این داستانا یه بیماری روانیه و چه این طرف قضیه اگر کسی هست که دامیننت یا سابمیسیوه به نظرم به روانپزشک حتما مراجعه بکنید، آخر عاقبت نداره. و جستجوهای اینترنتی که داشته هم باز بی‌دلیل بی‌تأثیر نبوده. نزدیک به 200 بار توی 14 ماه درباره پرونده لانگ آیلند سرچ کرده که چرا قاتلش دستگیر نشده. آره. ببینه چه اتفاقی یا نقشه قربانی‌های لانگ آیلند رو سرچ کرده که ببینه پلیس تا چه حد پروگرس داشته و پیشرفت داشته. هیورمن یه معمار 41 ساله بوده. فکر کن چند نفر رو کشته که مثلا 7 تاش حالا سالم پیدا شده، سالم‌تر. 4-5 تاش اصلا قابل شناسایی نی و یه سریاش هم هنوز معلوم نی پیدا شده. آره اصلا شاید کشته شاید نکشته معلوم نیست. ولی من هم بهترین کار برای قاتلات اسیده. این تیکر حذف می‌کنیم. شما قشنگ رستریک داره حرفا. شما یه بشکه اسید میذاری، اسید مختلف زیاد داریم. خب برکینگ بدی کارو کرد، کف خونه‌اش ترکید، ریخت پایین، وانو سوزون، کف زمینو سوزون، بعد مجبور شدن بریزنش تو پلاستیک ببرنش. این کارو نکن چون که نمیدونن چه اسیدی باید استفاده کنن، بعد داستان میشه. نه اسید اصلا نباید بریزی جایی. تو بشکه اسیده که میخری تو همون بشکه باید بندازی، چون بشکه ساخته شده برای که اون اسیدو رو تحمل بکنه. از چت جی پی تی پرسیده بود که چه اسیدی داریم که مرغو بتونم توش حلوا کنم. بعد جواب داده بود. بعد همینجوری مثلا گفته بود حالا اگه مرغ بزرگتر باشه 80 کیلو باشه باید چیکارش کنه. خب بگذاریم. یه لحظه این بریکینگ بد که گفتی این همون قسمتی که دوست دختر یکیشون مرده بود؟ نه توی فصل اولش یه فکر کنم دراگ دیلر رفیقشونه میاد تو خونه باهاش به مشکل میخورن، میکشنش، بعد نمیدونن جسدشو چیکار کنن، میندازنش تو وان، روش اسید میریزن، بدنه رو میسوزونه، وانو میسوزونه، کفو میسوزونه، کل دل و روده یارو میره کف زمین. کی کار میکنه؟ خود فکر کنم آیزنبرگ، فکر کنم یا آیزنبرگ یا جسی یادم نیست. این محال ممکنه آدمو معلم شیمیه نیست، فکر کنم اون جسی میفهمه که یه آب میکنه چی آب نمیکنه. فکر کنم جسی دوست دختره کی بود؟ جسی بود مرده بود. جسی اووردوز میکنه.
اینو که یه کاراکتری بعدش میاد که این جنازه رو چیز کنه طرف. یادم نیست. قرار بوده سال گودمن بیاد. بعد سال گودمن همون موقع تو هاو آی مت یور مادر ضبط داشته بازیگرش. 2-3 اپیزود نبوده یه کاراکتر دیگر رو به فیلم معرفی میکنن که خیلی هم موندگار میشه. جالب بود. نمی فکت خیلی بی‌ربط. همشون هم کچله. آره. مثلا مشخصات چی بده الان طرف. آره کچل تو بهتر کال سال هم بازی میکنن. پیرمرد بی‌عصابیه. این تنها دلیل خلقش هاو آی مت یور مادره. هاو آی مت یور مادر یک، فرندز هیچ. بفرمایید. این در ادامه ویدیویی که اینجا میذاریم هاو آی مت ورسس فرند. هیورمن یه معمار بوده. یه زندگی خیلی آرومی هم داشته، 2 تا بچه توی محله تو نیویورک زندگی می‌کرده. همسایه ها و من جمله زنش السا الروپ گفته من اصلا فکر نمی‌کردم که این بتونه همچین کاری بکنه و قاتل باشه. ولی به جثه‌اش می‌خورد به هیورمن. تا آوریل 2025 همین چند ماه پیش 2-3 ماه پیش 7 تا اتهام رو به هیورمن زدن. ملیسا بارتلمی، مگان واترمن، امبر لین کاستلو، موریان برینارد بارنز، جسیکا تیلور، ساندا کاستیلا و والری ماک که اینا همشون بین سالهای 93 تا 2010 گم شده بودن و دوباره بین همون سالهای 2000 تا 2010 هم بین 93 تا 2010 هم تقریبا پیدا شدن. یکیشون 2011 پیدا شده. 7 تاشون به روش‌های مشابهی کشته شدن. بیشترشون با طناب یا تسمه بسته شده بودن. بعضی‌هاشون تیکه تیکه شده بودن و پخش تو منطقه خلوت تو کفن پیچیده بوده. اون یه تعداد دیگه بودن. اینا یه تعداد دیگه، اونا یه تعداد دیگه بودن. و برین بارز 2 بار بود. البته همینا بودن. خب بقایاشون رو چیز کرده بوده. یعنی ول نکرده. تیکه هی جدا جدا تیکه تیکه مثلا پیچیده توی چیزو انداخته، پیچیده توی کنف و انداختتشون. تو منطقه خلوت لانگ آیلند مثل گیلگو بیچ یا مانوروویل رها شده بودن. و هیورمن هم اصلا هیچ اعلامی نکرده که من اینا رو کشتم. یعنی همه رو خودش چیز کرد، رد کرده. دینای کرد. دسامبر 2024 هیورمن رو به قتل والری ماک متهم میکنن. جزئیات وحشتناکی هم از این قتل لو میره، مثل بریدن دست و سر و اینا و پاک کردن خالکوبی اسم پسرش از بدنش. یعنی سوزونده خالکوبیه رو بریدن یعنی جدا. گفتی والری؟ آره. این رو بدن والری اسم تتوی بچه‌ش. پسرش بوده. خود والری تتو شده بوده. آره که این کندتش. حالا پاکش کرده، هر کاری کرده، جدا بالاخره یه جوری از بین بردتش. آوریل 2025 هم پلیس هویت 2 تا دیگه از قربانی‌ها رو اعلام میکنه که تانیا جکسون معروف به پیچز و دخترش تاتیانا دایکس که تازه هم ظاهرا راه میرفته، یعنی مثلا احتمالاً 1-2 سالش بوده. اصلا همشون 20 و چند ساله بودن دیگه. پیرترینشون یعنی بزرگترینشون 27 بوده. همشون 22 ساله، 20 ساله، اینجوری 23 ساله. و هنوزم معلوم نشده که این 2 تا قتلی که الان گفتم به هیورمن ربط دارن یا نه. و پدرسر خیلی آدم عجیبی بود. آدمای جوری رو به نظرم اصلا نباید مثلا ابد و اینا بدن بهشون. 3 بار 4 بار بکشنش. وضعیت فعلی هم که الان هیورمن داره توی زندان ریورهد، فعلا تو سلول انفرادیه و وکیلش مایکل براون گفته که دی ان ای ها قابل اعتماد نیستن و درخواست تجدید نظر داده. البته یه چیزی هم هست، اگه اعدامش بکنن تموم میشه. باید تا لحظه آخرش تو انفرادی فعلا وکیلش اینجوری گفته که این 7 تا رو تو 5 تا دادگاه، این 7 تا قتل رو تو 5 تا دادگاه جداگونه بررسی بکنن که پیش‌داوری اتفاق نیفته. این نظر بدی هم نیست واقعا. اما دادستان گفته که مرحله داره وارد فاز جدید محاکمه میشه. داره به فاز محاکمه نزدیک میشه. هم هست. آره ولی واقعا به این 1% فکر کن که مثلا یه نفر یه قاتلیه، مرد اومده اطلاعات و هویت طرفو دزدیده، خودشو انگار کلون این کرده، حتی دی ان ای نو جعبه پیتزای فلان اینا برداشته کار گذاشته، بعد یه نفر مثلا الکی محاکمه میشه. خب حالا یه چیزی
تنها چیزی که میشه استناد الان بهش کرد رو داکیومنتیه که تو کامپیوتر تمام دیگه. داکیومنت میشه فهمید تو چه کامپیوتری ساخته شده، کی ساخته شده. تو حتی یه عکس با موبایلت میگیری مشخصه چه موبایلی عکس رو اولین بار گرفته. اینا بعد الان برن سراغ این قضیه که آقا این قضیه این داکیومنت چیه؟ یه چیزی اینو کسی اومده چیزی نیست رفته هرچی داکیومنتر کسی اومده گذاشته توی کامپیوتر یا توی کامپیوتر ساخته شده چند مدت توی کامپیوتر. آقا راستی کالکشن پورنوگرافی بی حساب آره دیگه اینا رو داشته دیگه، اینا همه تونستن بشه. مثلا اون وقت کشیه خیلی ایده منطقی تریه. حالا آپدیت هایی که این یکی دو سال یعنی 2024 2025 اتفاق افتاده این بوده که تحلیل دی ان ای های پیشرفته تر نشون داده که موهایی پیدا شده رو بقایای والری ماک و جسیکا تیلور به هیورمن و خانواده‌اش ربط دارن. خانواده‌اش هم چرا؟ نه چرا؟ چون این موها احتمالاً از خونه هیورمن منتقل شدن زمانی که زن و بچه‌اش سفر بودن. چون قتلا وقتی زن و بچه‌اش مسافرت بودن اتفاق افتاده. یعنی تو خونه خودش می‌برده. ممکنه مثلا این اتفاق بیفته. ما این داستان خودمون تو ایران هم یه همچین چیزی داشتیم دیگه که فیلم عنکبوت رو هم از روش ساخته بودن با بازی تنابنده. نه عنکبوت یه مرد مشهدی بوده آره که میرفت این سکس ورکرها رو میگرفت میکشت. اونم میبردشون تو خونه خودش میکشت. خونه رو به اومد زد دیوار رو خراب کرد، دیوار خونه رو خراب کرد. ببخشید اینجوری شد. یه دختر و پسر داشت. چت زد، اینا اتاقشون یکی بود. چت زد گفت اینا دختر و پسرم باید جدا بشن. اومد وسط اتاقو تیغه بکشه، به این بهانه زن و بچه‌شو فرستاد خونه مامانش و شروع کرد تیغه کشیدن وسط خونه که خالی شد. شب تا شب میشست تو ماشین میرفت سکس ورکرها رو برمی داشت میآورد خونه میکشت، میبرد مینداخت یه جایی، دوباره فردا. من اون دیگه واقعا افراطی کنم. آره اون یه خیلی چیز بود. وقتی بچهای خودشو داره میگه دختر و پسر باید بینشون دیوار کشیده بشه دیگه. خب بریم ادامه بدیم. جزئیات بیشتری هم از اون داکیومنت پیدا شده که توضیح میده چجوری سر و دست رو باید جدا کرد. یعنی این آماده سازی بدن رو خیلی به جزئیات توی چیز تونستن پیدا کنن، توی سیستم تونستن پیدا کنن که با قتل والری ماک هم جور در می اومده. مثلا نوشته اول دست رو جدا کن، بعد سر رو جدا کن، بعد فلان کن، از اینجا جدا کن، این داستانه. و اینم بوده که هیورمن بعد از پیدا شدن اجساد تو سال 2010 یه سری رفتارهای مشکوک از خودش نشون داده و شروع کرده مقاله‌های خبری در مورد این اتفاقات جمع کرده و دادستان میگه اینا یادگاری‌های قتلش بوده. اینا رو شروع کرده به جمع کردن. همون اچیومنت هایی که ایمان با آره. اما اتفاقی که میفته که تو پرونده رو خیلی کشدار کرده این بوده که انگ میزدن به سکس ورکرها و این داستانه، یعنی میگفتن نباید این کارو شما بکنید و ولش کنید و اصلا چه کاریه و این چیزا. اما خانواده‌های قربانی همچنان ادامه میدادن و میجنگیدن که این به نتیجه برسه. همین فعلا تا اینجایی که الان داریم با هم صحبت میکنیم این اتفاقات افتاده. هنوز معلوم نشده که 11 تا قتل کار هیورمن بوده یا نه. اصلا معلوم نشده هنوز شنون گیلبرت رو هیورمن کشته یا نه. اما همه این اتفاقات با پیدا شدن شنون گیلبرت خودش هم هیچ حرفی نمیزنه. فعلا که رد کرده دیگه. چیزم که محتوای رو کامپیوترش وکیلش هم که داره سعی میکنه نجاتش بده. بعد یه چیزی هم که هست، یه فیلم هست به نام The End of the World مال نتفلیکس، سریاله. خب سریال کوتاه هم هست، راجع به یه پسریه که میخواد قتل رو تجربه بکنه. یه پسر بچه‌ایه. به نظرم اینو ببینید. یه چیزی هم بگم بچه‌ها در مورد این پرونده که الان صحبت کردیم. باز نتفلیکس یه مستند 3 قسمتی ساخته به اسم گان گرلز، ادامه هم داره، The Long Island Killer و اینا. حالا اسمشو می‌نویسم، این رو هم میتونید ببینید. توی اون مستند هم باز جزئیات بیشتری از این قتل گفته شده. اما تا اینجایی که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز لانگ آیلند یکی از پرونده‌های پیچیده و جنایی، یعنی پیچیده جنایی آمریکاست که حل نشده و هنوز پروندهش روی رواله و دارن پیگیری میکنن که به نتیجه برسن. روح هم ناراحته. و ما تو ایران خودمون هم خیلی از این پرونده ها داریم، اما چیزی که هست لو نمیره.
اگرچه که تازگی یه سری اتفاقات داره میفته، مثلا فیلم بی بدن رو که ساختن یکی از این پرونده ها بود، فیلم الافزار یکی از این پرونده ها بود، ظاهرا الان سریال جدید وحشی که کار آقای سیدیه داره روی یکی از همین پرونده ها کار میکنه. یه چیزی هم هست، چون خانواده ها خیلی مخالفت میکنن مجبورن یه سری جا اسکریپت رو کلا تغییر بدن. آره ولی خودمون هم توی ایران خودمون متاسفانه از اینا داریم، اما اونور خیلی بیشتره دیگه. همه جای دنیا هست. آدم روانی همه جا پیدا میشه. دقیقاً. اگه چیزی بیشتری راجع به لانگ آیلند میدونید، اگه مستنده رو دیدید برامون کامنت بذارید، اگه ندیدید برامون کامنت بذارید. اگر دوست داشتید از این پرونده جنایی ما ادامه بدیم پیشنهاد بهمون بدید یا بهمون بگید که ادامه بدیم. لایک، کامنت، خواستید هم ادامه ندیم باز کامنت بذارید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ممنون که تا اینجا ویدیو با همون بودید. خداحافظ. اون زنگوله رو هم بزنیم. این دور رو برای اینجا میشه احتمالاً. خداحافظ. ناراحت شدم.